به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان عزیز، زبان آموزان ارجمند. درس 23 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. الف با زبان روسی حرف F F F flag 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 ترجمهش بیرق بیرق. fotoapparat 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 صورتگیرک یا جهازی عکس برداری. frukt frukt جمع است، کلمه میوه ها ترجمهش می شود، لیکن تنها شکل تنهاش در اینجا نوشته شده است frukt 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 میوه یا میوه ها. خوب، این بود درس 23. تا درس های نوبتی. خدا نگهداری شما باد.